چرا برای طراحی سایت باید پول هزینه کنم؟ سلام، به 308 خوش اومدید. خیلی سریع پاسخ میدم که طولانی هم نشه فیلم. مهمترین مسئله اینه که 80% مردم دنیا وقتی میخوان یک خدمت یا کالایی رو بخرن، اول میرن از اینترنت اطلاعات لازم اونو کسب میکنن و بعد اقدام به خرید اون محصول یا خدمت میکنن. خب 80% یعنی 4/5 خرید قبلا از اینترنت اطلاعاتش کسب شده. آیا عاقلانه است از این فضا استفاده نکرد؟ دومین مسئله اینه که محدوده جغرافیایی از بین میره. دیگه شما عرضه کننده محلی نیستی، بلکه با یه وبسایت حرفه‌ای شما میتونید محصولات رو در سطح کشوری و حتی اگر تو برنامه باشی جهانی عرضه کنی. و سوم، محدودیت زمانی از بین میره. دیگه لازم نیست محدود بشی به اون زمانی که مغازه یا کارگاه بازه یا فروشگاه. نه خیر، در هر زمانی هر کسی اراده کنه میتونه به اون محصول یا خدمت شما از طریق وبسایت دسترسی داشته باشه. حالا بعضیا میگن ما تو شبکه‌های اجتماعی صفحه داریم، پیج داریم، چه لزومی داره که بریم تو سایت هم هزینه کنیم؟ دوست عزیز، شبکه اجتماعی مثل دیوار همسایه‌مونه که به شما اجازه داده بری رو دیوارش مطلب بنویسی، محتوا بذاری. تا زمانی که اون صلاح میدونه شما میتونی و با سیاست اون. به طور مثال اینستاگرام تا دیروز به عکس بها میداد، امروز به ریلز بها میده، فردا میخواد به چی بها بده. و این دیواری هم نیست که متعلق به تو باشه. اگر یک روز قطعش کردن دسترسی ها، نه مثل الان که فیلتر کنن و فیلتر شکن بفروشن، قطع کردن چیکار میکنه؟ یا اون پلتفرم خدماتش رو قطع کرد. مثل اینکه الان بخوایم مثال بزنیم گوگل ادز به ایرانی‌ها خدمات نمیده. اگه میخوای تو گوگل تبلیغ کنی باید بری از شرکت‌های واسط که تو خارجن با شماره و مشخصات خارجی برای شما تبلیغ کنه. حالا اومدیم و اینستاگرام هم همچین خدمتی رو قطعش کرد. مسئله بعدی اینه که تو اینستاگرام موقت اون محتوای شما ارزش به بیننده، یعنی تقریبا تو اون روز، حالا یا فرداش یا پس فرداش، تا چند روز به بیننده عرضه میشه. هر مداوم باید شما اونجا حضور داشته باشید و محتوا بذارید. اما تو سایت اینجوری نیست. وقتی یک سایت حرفه‌ای و سئو شده البته داشته باشی، اون محتوایی که میذاری دائما هر کسی این محتوا رو جستجو کنه با اون کلمات کلیدی مشخص میتونه بهش دسترسی داشته باشه. حالا دیگه تصمیم با خود شماست. موفق باشین و دنیا به کامل.